سلام به همه، امیدوارم حالتون خوب باشه. من یاسمن هستم، به کانال یوتیوب ما خوش اومدین. توی این ویدیو میخوام راجع به CV صحبت کنم. اینکه یک CV خوب چه بخش‌هایی باید داشته باشه، چه ترتیبی رو باید رعایت کنیم و توی هر بخش چه جزئیاتی رو توضیح بدیم. خب به همین منظور من قراره که CV خودم رو بررسی کنم و قدم به قدم توضیح بدم که توی هر بخش CV چه چیزهایی رو باید بنویسیم. با ما همراه باشین. خب اینجا CV من رو مشاهده میکنید. همونطور که گفتم برای اپلای به آمریکا CV تون نباید حاوی عکس باشه، باید از فونت های ساده و خوانا استفاده کنید و نهایتا از 2 رنگ و همونطور که میبینید CV من از رنگ مشکی فقط توش استفاده شده و فونت ها همه ساده هستن. خب شروع کنیم تک تک اجزای CV رو بررسی کنیم. بخش اول پرسونال اینفورمیشن هست یا اطلاعات شخصیتون، اسمتون، شماره تلفن، آدرس ایمیلتون. اینجا میتونین حالا لینکدینتون و گوگل اسکالرتون رو هم قرار بدین. بخش بعد ایژوکیشن هست، تحصیلات شما از نظر زمانی از جدیدترین مدرک تحصیلیتون باید شروع کنین. من الان دانشجوی PhD هستم. عنوان رشته‌ام PhD in Biomedical Science. عنوان میکنین که کجا؟ State University of New York Upstate Medical University از 2024 تا الان. مقطع بعدی که خوندم Master of Science in Public Health از شیراز University of Medical Sciences 2021 تا 2024 که اینجا موضوع تزم رو نوشتم. این رایج هست که شما این رو تو CV بنویسین، موضوع تز به علاوه GPA. مسئله‌ای که هست این مدرک Health MBA من باید مثلا قبل از فارمدی قرار میگیره، ولی از اونجایی که مهمترین مدرکی که من دارم دکترای داروسازی هست ترجیح دادم که اونو بالاتر از هلس MBA بذارم. پس اینجا دکترای داروسازی رو نوشتم. این که از دانشگاه علوم پزشکی شیراز گرفتم از سال 2016 تا 2021 عنوان تزم و مجددا GPA و همینطور راجع به مدرک هلس MBA. نکته بعدی ریسرچ اکسپریانس هاتون هست، کجا ریسرچ انجام دادین. خب من توی دانشگاهم گریجویت اسیستنت هستم با ذکر تاریخ. من دوران دستیار پژوهشی بودم. اینجا نوشتم که ریسرچ فلو توی مدیسینال پلانت پروسسینگ ریسرچ سنتر، تاریخش رو نوشتم و تایم هایی که حین دانشجوی ریسرچ اسیستنت بودم توی هر دپارتمانی با ذکر تاریخ اینو نوشتم. یک چیزی که خیلی به شما کمک میکنه اینه که بیاین قسمت ریسرچ اینترست اضاف کنید به CV تون و میتونین اینو تغییر بدین طبق حالا جاهای مختلفی که اپلای میکنین. میتونین این کلمه ها رو تغییر بدین که فیت بهتری باشین برای اون استاد یا لب که خب اینترست های من دراگ دیسکاوری و دراگ دلیوری، بایوتکنولوژی، پروتین انجینیرینگ، کمیکال بیولوژی و این فیلد هایی هست که میبینین. مورد بعدی که میتونید اضافه کنید تیچینگ اکسپریانس هست اگه داشته باشین. من توی دوران هم خب دستیار پژوهشی بودم و سابقه TA داشتم، اینو اضافه کردم و حالا یک دورانی خیلی سال پیش 2 سال لکچرر بودم برای دوره تکنسین داروخانه که حتی اونو هم به CVم اضافه کردم چون کلا تیچینگ تجربه ارزشمندی هست و شما اگه بخواید اینجا TA بشین خیلی بهتون کمک میکنه. مورد بعدی ریسرچ پراجکت هست. من اول مقاله های پابلیش شدم رو قرار دادم. همونطور که میبینید میتونین اینا رو از گوگل اسکالرتون خروجی بگیرید و بعد کپی کنین توی CV که من حالا 16 تا مقاله چاپ شده دارم. بعد آندر ریویو پیپر ها رو، مقاله هایی که سابمیت کردین و آندر ریویو هستن و پروژه هایی که آنگوینگن، الان دارین انجام میدین. مورد بعد اگر داشته باشین بوک چپتر هست که خب من 2 تا بوک چپتر داشتم که اضافه کردم. بعد از اون قسمت کانفرنس پرزنتیشن، اگه تو کنفرانسی شرکت کردین و چیزی پرزنت کردین و اینجا می نویسین. اگر هم چیزی پرزنت نکردین فقط شرکت کردین، حتی اون هم میتونین بنویسین چون به هر حال تجربه ارزشمندی هستش.
همونطور که میبینید من موضوع اون چیزی که ارائه داده شده، اینکه کجا بوده، مثلا 12مین کنگره جهانی شیمی و شیمی پزشکی توی ایتالیا به علاوه تاریخش، یعنی سعی کنید این فرمت رو رعایت کنید. موضوع، اینکه کجا بوده و تاریخش، و اینکه مثلا اورال پرزنتیشن بوده یا پوستر پرزنتیشن رو هم میتونین اضافه کنید. بخش بعدی Achievement and Award هست. جایزه هایی که گرفتین، دستاوردهایی که داشتین، حتی اینکه دانشگاه دولتی درس خوندین رو به عنوان فول اسکالرشیپ میتونین به اچیومنت هاتون اضافه کنید. و خب من تمام جایزه هایی که به عنوان ریسرچر برتر گرفته بودم یا ریسرچ هایی که برتر شده بودن همه رو اینجا با ذکر تاریخ دقیق نوشتم. اگه یه حالا چیزی هست توی سیویتون که توی اون دسته های قبلی قرار نمیگیره، برای مثال من توی دوران طرحم منتور بودم برای دانشجوهایی که میخواستن تز بنویسن و اینو تو قسمت پروفشنال دیولپمنت اضافه کردم. علاوه بر اون اگه سابقه ریویو دارین برای مجله‌ای که مقاله هاشون رو ریویو کردین براشون، میتونین توی این قسمت به عنوان ادهاک ریویور اضافه کنین که من نوشتم 15 تا مقاله ریویو کردم که برای حالا ژورنال های International Journal of Surgery، دیاگنوستیک، حالا میتونین بنویسین دیگه که برای چه ژورنال های این کار کردین. اگه پتنتی دارین میتونین اینجا بنویسین، اگه نه خب میتونین حذفش کنین. قسمت مهم بعدی اسکیلز، چه اسکیل هایی دارین که میتونین طبقه بندیش کنین. من برای مثال تقسیمش کردم به ریسرچ اسکیل، لب اسکیل و کامپیوتر اسکیل. خب ساینتیفیک رایتینگ بلدم، دیتا کالکشن، کریتیکال تینکینگ اند انالیسیس و سیستماتیک ریویو. لب اسکیل وسترن بلاد، سل کالچر، هندلینگ لب انیمالز، PCR و حالا هرچی بلدین رو اینجا میتونین موردی اضافه کنین. کامپیوتر اسکیلز هم که خب چیزهای کامپیوتری مرتبط با رشته‌ام، ورد و اکسل و پاورپوینت رو که هممون بلدیم میتونین اضافه کنین. SPSS، این که من حالا برای کارهای MD سیمولیشن تا حدودی میتونم لینوکس پروگرامینگ انجام بدم، اینو نوشتم. سافتورهایی که کار باشون بلدم، اتوداک، گو، دیسکاوری استودیو و خب اینها حالا سرورهایی هستن که باشون کار کردم، سوئیس داک، سوئیس سایت چین یا جانگ لب که کلاً یه سرور خیلی جامع هست. قسمت بعدی زبان هاتون هست. خب پرشن زبان نیتیو ما هست، اینکه انگلیش تافلتون رو مثلا دقیقاً چند گرفتین، آیلتستون رو هم نمره کلی هم نمره هر قسمت جداگانه رو بعد بذارین. قسمت بعدی که دلخواه هست قسمت هابیز که من دوست داشتم بنویسم ترافلینگ اند نیچر کمپینگ و باله و آواز و ستار. و در نهایت قسمت آخر رفرنس هاتون، اساتیدی که عموما بهتون ریکامندیشن دادن یا حالا استاد راهنماتون بودن، ادوایزرتون بودن، اینا رو اینجا میتونین بنویسین. خب حالا که به پایان ویدیو CV رسیدیم، امیدوارم یاد گرفته باشین چجوری یک CV خوب بنویسین. اگه سوالی داشتین میتونین برامون کامنت بذارین، ما حتما پاسخ میدیم. همونطور که گفتم تمپلت CV خودم رو اینجا براتون قرار میدم که بتونین برای نوشتن CV ازش استفاده کنید.